بابا نوئل چرا هر سال این کارو میکنی؟ چرا برای بچه‌ها هدیه میفرستی؟ بیا بشین کنار من، دیگه وقتشه که حقیقت رو بدونی. داستان خیلی قدیمی تر از اونیه که مردم فکر میکنن. من زمانی نیکولاس بودم، یک کشش ساده توی یه دهکده کوچیک. من وقتی کودکان فقیر اطرافم رو میدیدم نمیتونستم بی تفاوت باشم و تصمیم گرفتم بدون اینکه کسی بفهمه هدیه‌های کوچک رو توی خونشون بذارم. در اون زمان جنگی رخ داد و تمام دهکده و همچنین کودکان از بین رفتند. از اون روز تصمیم گرفتم شادی رو به همه کودکان برسونم تا شاید غم گذشته رو فراموش کنم. اما شادی واقعی رو نمیشه خرید. هدیه ها فقط بهانه هستن. عشق، مهربانی و توجه واقعی هدیه هایی هستن که هیچ وقت از بین نمیرن. من شاید افسانه باشم، اما عشق و محبت هرگز افسانه نیستند. Merry Christmas! Ho, 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 ho.